درود و به برنامه خودتان خوش آمدید. امروز از بهتر شدن احوال بعضی از مهاجران تاجیک در روسیه میگوییم. سپس به ناحیه خراسان می رویم که سیل آمد یک دهه را خراب کرد و مردم را به کوچه کشید. دعوت یک جوان به ناامید نشدن را هم می بینیم و یک ویدیو جالبی دیگر را از مسکو هم داریم. با سبکتر شدن محدودیت ها در شهر مسکو، بعضی از مهاجران کاری تاجیک دیگر باره به جای کارشان برمیگردند و میگویند امیدوارند احوالشان بعد از بیپولی و کرانتین بهتر می شود. این ویدیو از ولایت مسکو به دست ما رسید و ببینیم خودی مهاجران چی میگویند. روز 12 مای در مسکو از همه ایزولاس خلاص شدیم. این کار الحمدلله سر کردیم. ساختمان کار سر کرد. مردم کار کردن. پیش از آن که ویدیوهای دیگر را ببینیم، اجازه دهید از احوال مردم خراسان بپرسیم که سیل در آنجا ده‌ها خانه را ویران کرد و تأخیر در کمک سبب اعتراض ساکنان شد. آنها روز 17 می راه باختر و دوشنبه را بستند و طلب کردند که مقامات زودتر به دادشان برسند. همین گزارش در وبسایت ما و در صفحه‌های رادیو آزادی در اینستاگرام و فیسبوک بحث زیادی را برانگیخت. یک کاربری که خود را به فردوس معرفی کرده است چنین می‌نویسد: اگر مشکل مردم را خودشان حل و فصل کنند، حکومت برای چیست؟ یا حکومت فقط برای جمع آوردن انداز و پول زمین و باج و برق و دیگر است؟ بگذاریم سال ماشین و خانه‌های با دبدبه نخرند و به مردم بیچاره خراسان یاردم کنند. کاربری که خود را خراسان نامیده است میگوید از بس که صدای مردم به گوش مقامات نرسید، آنها ناچار راه اعتراض را پیش گرفتند تا توجه را به مشکلشان جلب کنند. شرح او را از وبسایت رادیو آزادی می‌خوانیم. اگر حاکمان به درد و مشکلات مردم رسیدگی نکنند، مردم بیچاره مجبور است یا راه را بندد یا کار دیگر کند. در کشورهای پیشرفته به مثل امریکا و اروپا اگر ناعدالتی بود، مردم کارپرتایی میکنند، دکانهایشان را محکم میکنند و راهها را با ماشینهای خود میبندند. اما یک کاربر رادیو آزادی در اینستاگرام را وضع صحتی مردم در زمان گسترش کرونا ویروس نو و شیوه اعتراض آنها نگران کرده است که چنین مینویسد: اگر در بین آنها یکی بیمار باشد، همه‌شان بیمار می‌شوند. بعد 14 روز منتظر رنتگن می‌مانند و می‌گویند ما را شفاخانه قبول نمی‌کند. اینها راه را بستند، نگاه نمی‌کنند که آنجا بیماری هست یا کسی به جنازه دیر می‌کند. روید نزد حکومت، برای چه راه مردم را می‌بندید؟ مردم چه عیب دارد؟ واقعا اگر می‌خواهید به این بحث‌ها همراه شوید، پس مرحمت به وبسایت رادیو آزادی که نشانیش را می‌دانید، azadi.org. برمیگردیم بعد دیدن ویدیوهای شما و از مراجعت مهراب‌الدین صدرالدین زاده، یک جوانی از دوشنبه آغاز میکنیم که میگوید امیدوار است اپیدمی کرونا ویروس به زودی تمام و همه چی در تاجیکستان خوب می شود. دوام مراجعت او را همراه میبینیم. ان شاء الله این همه روزها میگذرد، این بیماری ها هم پس سر می شود و امیدوارم میبینیم کل روزهای خوب در پیش است. خلق عزیزم را افتاده نشوید و به هر خیل تهلکه داده نشد، چون که ولی همش خوب می شود، ولی همه روزهای بهترین از این هم بهترین تاجیکستان در پیش است. یک ویدیویی که بینندگان صادق ما یعنی مهاجران از روسیه فرستادند، ژاله سخت روز 20 می را در ولایت مسکو نشان می‌دهد. ژاله هم به حدی است که همه جا را مثل برف سفید کرده است. عین ویدیوها را از دیگر گوشه‌های روسیه نیز گرفتیم و متاسفانه فرصت برای نشان دادن همه آنها نمی‌رسد. سپاس از آنهایی که ویدیو و نظرهای خود را میفرستند و با تلفنی که میبینید، واتساپ، وایبر، تلگرام و ایمو را در همین شماره داریم. برای گرفتن خبر و فرستادن سوال، وبسایت رادیو آزادی در اختیار شماست. تا دیدار در برنامه آینده.